ضمن عرض سلام خدمت دوستان، میخواستم در مورد یه نکته‌ای که خیلی از دوستان سوال براشون پیش اومده که حالا کیواسیشون گیر کرده و چه میدونم میخوام با پشتیبانی تماس بگیرن، یه توضیح کوچیکی خدمت کسایی که به این توضیح نیاز دارند ارائه بدم. ببینید برنامه پای نتورکتون رو که باز کردید، 3 خط بالا سمت چپ رو کلیک میکنید، گزینه ساپورت پورتال، گزینه فکر میکنم 8م هستش. از پایین که نگاه کنید 2 تا بالای پروفایل میشه، ببینید کلیک میکنید، شما رو وارد فضای وب میکنه. صفحه‌ای باز میشه براتون که توی اون صفحه شما میتونید وارد قسمت KYC بشید، KYC میل. الان من دقیقا روی تصویر بهتون توضیح خواهم داد که این داستان تا کجا پیش خواهد رفت. صفحه رو بالا میکشیم. البته این گوگل ترنسلیت صفحه منو ترجمه کرده. خب حالا به هر حال به همین شکل ما میریم جلو. ببینید درخواست ایمیل KYC، شما روی این میتونید کلیک کنید که دقیقاً وارد صفحه دیگه میکنه. یه سری توضیحاتون بالا هستش. خب اینجا گفته شده که به دلایل امنیتی لطفاً با کارت شناسایی خودتون برای KYC به ما ایمیل ارسال نکنید. هیچ بررسی برنامه وجود نخواهد داشت. همچنین لطفاً از KYC خارج از برنامه خود گزارش ندید یا از روش دیگری غیر از فرم استفاده نکنید. خب صرفا ما تو برنامه خودمون هستیم و داریم بهتون توضیح میدیم. ببینید اینجا نام کاربریتون، دقت کنید توی این کادرهای مخصوصی که اطلاعاتتون ازتون میخواد، اونایی که فقط با ستاره قرمز هستش پر کنید. الان اینجا نام کاربری خودتون رو باید وارد کنید. میایید پایین، روش تایید برنامه پای نتورک یا اکانتتون چی بوده. خب ما ایرانی هستیم اینجا، به هر حال داستان یکم تفاوت میکنه. اگه با فیسبوک اکانتتون بند کردید تیکو میزنید، اگر با جیمیل یا پست الکترونیک این کارو کردید اینجا رو تیک میزنید، آیتم سوم. و اگه خب هنوز هیچ کدومش تایید نشده میزنید تایید نشده، یا اگه یادتون نمیاد آیتم آخری رو کلیک میکنید. بسیار خوب، اینجا رمز عبور ازتون میخواد، رمز عبوری که زمانی که برنامه پای رو به هر حال داشتید نصب میکردید. حالا اگه یادتون هست که وارد میکنید، اگر هم نه که خیلی راحت میزنید من هرگز رمز عبور مثلا تعیین نکردم یا اینکه نه، آیتم نه رو میزنید نه. خب کشور تابعیت رو نیازی نیست بزنید، کشور محل اقامت شما. خب دوستان توی ایران ممکنه با بعضیامون 2 تابعیتی باشیم. خب کشور تابعیتون رو اگه وارد کردید یه وقتی، خب اینجا میتونید کشور محل اقامت فعلیتون رو وارد کنید، ایرادی نداره. خب حالا این چالش هست، اصلا میتونید هیچ کدومش هم وارد نکنید. اینجا این آیتم در مورد اطلاعاتی هستش در مورد گوشیتون که iOS هست یا اندروید یا حالا هرچی. ببینید این کلیک رو هم که باز کنید به این صورت اندروید یا iOS. خب من
من مثلا گوشیم اندروید انتخاب میکنم، یا حالا هر چیز دیگری که شما دارید باش فایل رو استخراج میکنید. اینجا خب دیگه کادر قرمز رنگ، علامت قرمز مهم داشته باشه نمیبینم. برند مدل گوشی هستش. بعدی حالا ببینید قبل از درخواست اینجا زده مشکلاتی که دارید. میگه من به پای دسترسی نمیتونم پیدا کنم. خب البته این منظورش پای بروزره، چون ترجمه فارسی شکن میزان نیست، قاطی پاسی. نگاه کنید دسترسی پیدا پای من نمیتوانم به مرورگر. خلاصه این منظورش اینه که من نمیتونم به پای بروزرم دسترسی داشته باشم که اصلا بخوام وارد KYC جهت احراز هویت بشم. خب این مشکل احتمالا شما ندارید. حالا هر کسی این مطالب رو میتونه بخونه و ببینه مشکلش کدومه. ما در مورد کسایی اینجا داریم صحبت میکنیم که مراحل KYC شون رو انجام دادند و فکر میکنند که درست انجام دادند، ولی به هر حال درخواستشون اینه که دوباره براشون ریسابمیت بیاد، یا اینکه KYC مجدد، یا بررسی دقیق‌تر، یا اینکه بهشون اعلام بشه که آقا ایراد کار ما چی هستش. ببین میگه من KYC رو میتونم باز کنم، ولی همینجوری که اسپینر بارگیری دریافت میکنم. خب اینا نیستش. به هر حال میتونید هیچ یک هم بزنید. خب خود KYC برنامه کاربردی هنگام ارسال برنامه مشکل با صفحه اول اینم یه آیتمه. خب این که آقا شما اصلا نمیتونید صفحه اولش رو باز کنید. رضایت سن هستش، کشور هست، نوع شناسایی هستش. اگه مشکلی دارید، مشکل در آپلود سند شناساییتون هستش، تصویرتون مثلا استخراج نشده. این مشکلات یکی اینجا زده. دیگه چه عرض کنم خدمتتون، وقتی میخواید باز مینی پا ویرایش کنیم مشکل داره. خب یا اینا مشکلاتی که دیگه میریم جلو، میخوایم برسیم به اون نکته‌ای که تو این داستان هستش. میگه چه زمانی درخواست KYC، زمان بررسیتون چقدر بوده، چقدر طول کشیده. اینجا توی این آیتم اگه دقت بکنید در انتظار چه زمانی، میگم که یه مقدار قاطی پاسی ترجمه شده. میگه قبل از ژانویه 2022، بین ژانویه و آوریل 2022، حالا هر زمانی هست شما تیکتون رو میزنید، یا اصلا میگه یادم نمیاد. این نکته دیگه اینجا آیتم هستش، میگه درخواست KYC من معلقه. آیا دلیلشو تو میدونی که چرا معلقه؟ اینجا منظور میگه من یک شناسه اشتباه ارسال کردم. اگه این بوده که میفرستید تیکتو میزنید. از من دوستان یه چیزی رو بگم که باز هم به خاطر درخواست‌های مشابه بسیار زیاد که به هر حال خیلی هستن که KYCشون به این شکل معلق هستش، ارسال میشه به پشتیبانی. فکر میکنم بررسی این همی که زمان زیادی رو خواهد برد. نکته دیگه این که اگه دقت کرده باشید به تازگی تیم کورتیم، در واقع تیم اصلی، متنی رو فرستاده که دقیقا همین مشکلات رو توضیح داده و گفته که در آستانه حل کردنشون هستیم و شدیداً بررسی‌ها سریع‌تر انجام خواهد شد. به هر حال ادامه میریم پایین. اینجا مثلا یه نکته گفته اعتبار سنجی رو داشتم قبلا اما دیگه برام ارسال نشده. میگه که واسه برام می اومده، خب تو بی محلی میکردی بهش، حالا دیگه اون KYC اون درخواسته نیستش. خب قبلا توضیح داده شده شما میتونید از خود برنامه پای بروزر تو قسمت KYC وارد بشید و اگر در اون قسمت هیچ اسلوتی براتون نبود
بله میتونید اعلام کنید و این تیک رو بزنید. اینجا هم خب توضیح داده که من میخوام این نظراتی رو بذارم که مستقیما اعتبار سنجی رو بهتر میکنه و هیچ ربطی نداره. البته خب اینو میگه. البته ایشون میگه من میخوام یه راه حل جایگزین داشته باشم دیگه. من یه گزارش مربوط به داده‌های اعتبار دارم که به سنجی خاصه من اشکال دیدم که روی تجربه تاثیر نمیذاره، اما همچنان میخوام اونو گزارش بدم. خب حالا اینجا یه کادر هستش که عرضم بزرگتون اینجا شرحی دارید، میتونید توضیح بدید که زیادم نمیخوام کشدار باشه این مطلبتون. خب خیلی راحت میگید که من از این تاریخ تا این تاریخ KYC رو و احراز هویت رو گذروندم، ولی متاسفانه تایید نهایی نشدم و تو مرحله 5 مثلا گیر کرده. خب اینو می نویسید و بعد میاد پایین. اینجا میتونید با ورود به مرور خودتون، خب اگر دوست داشتید یه اسکن از جلو و پشت کارتتون مجدد بگیرید، عکسش رو بگیرید و بفرستید. در اینجا این اختیار رو به شما داده. ببینید اینجا مثلا من این مرور که بزنم، آیتم کامرا کامکوردر یا میدیا، اینجا میدیا دسترسی به برقا اطلاعات گوشی خودتون هستش. میتونید باید اینجا بشید و عکس کارتتون رو از هر دو طرف ارسال بفرمایید، یا اینکه کامرا رو باز بکنید و کارت رو مجدد بذارید و عکس بگیرید. توصیه من اینه که توی شرایط خیلی خوب در فضای باز 2 عکس واضح از جلو و پشت کارت بگیرید و اینو توی گوشیتون داشته باشید و بعد توی فرصت دیگه که به دست میارید وارد این قسمت بشید و اون عکس ها رو ارسال بفرمایید. ممنونم. امیدوارم که توضیحات من براتون کافی باشه. البته در پایان بگم که این انتهای صفحه ارسال رو کلیک کنید تا اطلاعاتی رو که درج کردید برای تیم هستی و پشتیبانی ارسال بشه. خدا نگهدار.